وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. مادر مؤمنه ام سلمه یک زیوری داشتن، یک قسمتش از نقره بود و یک قسمتی دیگهش از طلا بود. طلای نقره هر دوشم مالکی به وی زکات است. بعد پرسید که یا رسول الله آیا این کنز است؟ کنز یعنی الله تعالی در قرآن کریم میگه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. آنهایی که طلا و نقره را کنز میکنند یعنی ذخیره میکنند، ولا ينفقونها في سبیل الله، در راه الله، در راه پیشروی دین الله آن طلای نقره خود را نفقه نمی کنند. ای پیغمبر، ای داعی ها، ای آنهایی که میراثخواران پیغمبر هستید، فبشرهم بعذاب علیم، اونا بشارت دهید، خبری آنها را پیشگی دهید به عذاب علم آور. این قرآن است. این برای فقط در معرکه ها خواندن و از بالای این پل کار کردن نیست، این برای فهمیدن معنایش است و این را دستور زندگی برای قرار دادن است. این قرآن فبشرهم بعذاب علیم، آنهای پیشگی خبردار کن به عذاب علم آور که آنها را منتظر است. یعنی وظیفه اهل علم بعدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسانیدن شریعت هست با آنهایی که طلا و نقره را ذخیره میکنند و حق کمبغل ها را، حق شریعت را نمیبرارند، آنها را خبردار کردن. لازم است که آنها را عذاب علم آور در پیش منتظر است. بنابراین برادرای عزیز، در این مسئله برآوردن زکات طلا، یکی زنها اونا می پوشند مانند زروزیور، ما دین در صحبت هم گفتیم که اختلاف علما هست که جمهور علما میگن زکات نمیتید، ولی مذهب امام ابو حنیفه میگه زکات میدهد و صحیح مذهب ابو حنیفه هست در این مسئله، چون که حدیث هایی که آیدی ندادن زکات زر و زیور آمده است حدیث های ضعیف است و حدیث هایی که برای دادن حدیث، حتی حافظ ابن حجر هم اگرچه شافعی مذهب هستند، حدیث های ندادن زر و زیور را در اینجا نآوردند. در بلوغ المرام فقط حدیث های دادن را آوردند که این دلالت میکند به صحیح بودن، واجب بودن زکات به زر و زیور زنها وقتی که به 85 گرم طلا برابر می شود. والله تعالی اعلم.